салом дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, забономӯзону донишомӯзони гиромиқадр, якояки шуморо ба эфир навбатӣ имрӯза забони туркӣ дарси 28 аз силсила дарсҳои туркӣ аз китоби Истанбул хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. Hepiniz hoş geldiniz bizim kanalımıza. 19,000 yakın like. Teşekkür ziyod barı like'ton. Assalamu alaikum ve alaikum salam. Hoş omadin. Hoş omadin. Zabondoni bavoloi rasonad. Zabondoni bavoloi rasonad. Zigomrohi و نادانی رهاند. کسی کو بیش آموزد زبانه، کسی کو بیش آموزد زبانه، رسیدن بر مراد دل تواند. 19,000 خوش باشید و سلامت باشین. شما نیز خوش و خرسند و سربلند باشین. خب طبق عادت‌هایی که دو سه روزه شد، یعنی درس‌های ما ساعت 8 است، اما درس‌ها رو یک کمتر پیشتر، افیر کمتر پیشتر گیرون میکنیم تا که مردم جمع شوند و تا ساعت 8 ما کوشش میکنیم که تمرین‌های گذشته رو کار کنیم تا که در افیر ثبت شوند. و خاطر دوستانی که من بعد یعنی در افیر اشتراک کردن نمیتونن، من بعد میخوان که کار کنن و جایی را که نمیدونن میتونن که از افیرها نظر کنن. خب بلکسی سلام اکا دویم لایک و علیکم سلام، خوش آمدین. بلکسی اکا چی حال دارین؟ شکری خدا سازیم تنجیم زیبا تیوی. من رفتم کمتر کار دارم، گفتم یک خبر گیرم، گفتم تو نه. سلامت باشین، تشکر زیاد زیبا تیوی. خب مثل که بیان کردیم و تا ساعت 8 مشغول بعضی نوشتنی تمرین ها می شویم و دوستانی که کار دارن می توانند از پشت کار شوند و ساعت 8 منتظر شویم. افیر را برای تمرین کار کردن شدم و کسانی که کار ندارن همینجا هستند میتوانند بین خود صحبت کنن یا اینکه میتوانند ما رو نیز کمک کنن، یعنی کمک به معنای که اون کلمه رو که ندونستیم ترجمه اش رو بگویند. باقی سربلند باشین. خب کلمه چای دا اومدیم. چای چای یعنی چای، چیچک، گل، چین، خیتای، çocuk، کودک، çok، خیلی. خب اونها خیلی هم میشود و زیاد هم میشود. آشخانه با بسم الله سلام علیکم و علیکم سلام. آشخانه با بسم الله همه کس نقد هستین. شکری خدا سازین تنجین، شما سازین تنجین، خوش آمدین. آشخانه انشالله که از ما خفه نیستین، یعنی درسی دیروزه کمترک شاید خفتون کرده باشیم، معذرت میخواهیم. دفتر یعنی دفتر.
deniz, bahar, با چی شدی حرف تاجیک رو نمیبره. خاکی باشد. خب سرگوش تیوی سلام علیکم شش از من و علیکم سلام خوش آمدین سرگوش تیوی اوشخونه با بسم الله تیچه البته نه. خب خیلی خوشحال هستیم سلامت باشین. درس یعنی دوم günü زودروز یا روز تولد زودروز Dilşot Ece selamun aleyküm. Selamun aleyküm öğretmenim. 5. beğen yani like benden. Nasılsınız öğretmenim? Arkadaşlar siz nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Dilşot Ece aleyküm selam. Teşekkür ederim like için ve ben iyiyim. Sen nasılsınız? Siz nasılsınız? İyi misiniz? خب لکسی خوش آمدین. زودروز. خب یک چیز دیگه شما روزی تولد. روزی تولد. Dilşad iyiyim elhamdülillah teşekkür ederim öğretmenim rica ederim. Dilşad Tece Sabrina abla siz nasılsınız? Beleksi hoş geldin Dilşad abi Allah şükür iyiyiz. Dilşad Farhad sen nasılsın? Serxozi bu salam bahama. Aleyküm selam Dilşad Tece anlaşıldı Farhad. Serxozi bu haftım like. شکریه بانو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته همتون سازین خوبین و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته شکری خدا ساز خوش آمدین. خب بهترین که با زبان ترکی صحبت دارین بهترین خیلی خوشحال هستم میتونین یعنی از این پس کسانی که البته وقت دارن میتونن پیش از درس بیاین 10-15 دقیقه پیش با هم همینجا چکنن با ترکی گپ بزنن. یعنی خیلی که عینی حال رفته است همین خیلی ما هم طرفداری همین خیلی صحبت ها هستیم. تشکر زیاد. خب دکتر یعنی پزشک دکتر. خب بعضی کلمه رو دوباره می نویسیم چون که بعضی ها شاید که پزشک نفهمن دکتر حتما میفهمن. Dilşad Ece tamam öğretmenim. خب dolap yani cevan. Cevan یا شکافکی به زبان روسی است. جوان. خب در بین قوس روسیش هم میاریم. دوم توی اجزانه داروخانه
ekmek, non, خب elbise, libos یا لباسه. خب کی باشد؟ elma, سیب، erkek, مرد، یا مثلا جنسی مردانه، جنسی مردانه. ev، خانه، منزل، fare، موش، fındık، çormağız، fırça، قلمو. خب از زبان روسی щетка، щетка، film، film، صفیه رحمانова. سلام به همه و علیکم سلام، خوش آمدین. اپای صفیه. فرانسه یعنی فرانسه، فوتبولجو، فوتبولجو رو چی ترجمه کنیم؟ فوتبولجو، فوتبال باز یعنی بازیگری فوتبال، بازیگری فوتبال دراز می شود، فوتبال باز ترجمهش میکنیم. فوتبال باز. گارسون، پیش خدمت، پیش خدمت. göz yani çeşm, göl yani gül, güzel yani zebo, hal yani hal, halı yani gilem, gilem, قالین، پلاس، گلیم، قالین. خانم، خانم. شکریه بانم، تشکر زیاد. خوب آمدید شد. صفیه رحمان رحمت دوستان سلامت باشین. مریم عبدالمنان و سلام علیکم و همه دوستان و علیکم سلام. خوش آمدین اپای مریم. hastalık yani bemori، بیماری و کسلش هم بوده بسیم. خوب بیماری توجه که میفهمم. بیماری. havuç، سبزی، خیال، همشیره. در زبان تاجیک هم همشیره میگن، همشیره یا همشیره شفقت، همشیره شفقت. کمتر دراز میشود کلمه. خب همشیره هم هست، همشیره شفقت. هیچ یعنی هیچ، در زبان تاجیک هیچ. اسپاناک یعنی اسفناج، خب مریم عبدالمنان مونده نباشید معلم. سلامت باشین، تشکر زیاد. شما دینا پای مریم. دلشات جای عربه، امریکا، آلان، احمد، آج، آلارم،
عربستان، عربچه، عارف، علی، الله، ağız, Ankara, ada, askı, aşk, adam, anne, abi, aziz, aşcı, Azerbaycan, akşam, arı, at, ay, Ayşe, abla, adet, anahtar. تشکر زیاد دلشوتجه. خب ترجمهش هم بنویسین خوب میشه. ما اینجا یه رو ترجمه کردیم شما اون رو ترجمه کنین. از همین کلمه‌ای که روی کردین با تاجیکی ترجمه کنین یا رویشون کنین برای که با دیگران یاد بگیرن خوب میشه. البته اگر وقتتون باشه. خب ازگاره رو چی ترجمه کنین؟ شاشلیک پزک میشود. شاشلیک به فیلم کلمه روسی است. ازگاره. خب شاشلیک پزکش میگیم. یا اون کس تاجیکی شب دونه بو خبر میکنه. شاشلیک پزک ideal میشه. ideal نمونه ideal نمونه منگو میشه باید بخیرم. ازگاره را گفتین که اپای مریم ازگاره منگو میشه باید ازگاره چی منگو چی منگل گفته نه منگل. بله با زبان روسی با فکر منگل می شود. با زبان روسی یا که نه منظورتون نفهم. یا که منگل ترکی است و شاشلیک پزک می شود. آزی کوبی نمی برد دیگه. تشکر برای کمک کردنتون. ازگاره خوب ناتوریای ترجمه فارسی توری ناتوری است. جدید شبکه همون سیدکه شاید بشه و سیدکه. خب به کدام زبان ندیدیم؟ فارسی دیدیم، عربی دیدیم، تاجیکی دیدیم، روسی. سیدکه شدکه سیتوایه ازگاره منگل شاشلیک پزک میشود. با خیالم با تاجیکی منگل فهمو با تاجیکی منگلش بنویسیم. حاضر منگل بنویسیم. اول همین صورت یک بار دیگه بینیمش. بله ازگاره همین را میگن یعنی شاشلیک پزک. خب منگل شد با منگل ترجمهش میکنیم با تاجیکی منگل. منگل هم خیلی کلمه آشنایدگی هستند که نمیدونم در کدام زبان منگل میگن. منگل منگل روسی بود است که بربیکو نادرست های آن منگل توری میگره. بله به خاطر که به عربی شوایه میشه. شوا خوبی جان نوتوریایش شوا نمیشه شوایه میشه. بربیکو چی باشه؟ بربیکو این منگل این چیزی کلونش میگفتیم. کلونش خیلی با اینجا هسته مثلا یعنی چیزی کلونش منگل میگفتیم. خوب منگل ازگاره منگل. خب شاشلیک پزک هم بنویسیمش خوب میشه بخاطر که
یا اون کس منگل ندارن که ششلیک پزک میفهمن. سرگاشت با ترکی منگل میشود. ازگاره با ترکی نیست؟ او زمین کتاب ترکی رو ترجمه کردیم. کتاب ترکی رو ترجمه کردیم. ششلیک پزک نوشتیمش. کمی عرلا شده نه؟ ششلیک پزک. اینک یعنی گو. اینک یعنی گو. بله. خب دلشوت جای ماشین امریکا منطقه احمد نام درخت هشدار. کلمه رو چی کردین ترجمه کردین؟ حاضر. اینجا افیر رفته استیم. خب عربا ماشین امریکا الان منطقه میشه نه؟ الان نمیشه. الان. خب احمد adı nom ağaç درخت alarm هشدار عربستان عربچه لفظ عربی بله زبان عربی عارف خب بله. اینک گو انگلترا. خب انگلیا انسان اسپانیا iş kor İtalya Japonya Japon jeton چی میشه؟ چیزی که شکل تنگه را داره، یعنی خود او تنگه پولی باشه، خود تنگه طلایی باشه، یعنی ژتون میگن. خب تنگهش ترجمه میکنیم تنگه. ژیلت ریش تراشک. خب الان به زبان روسی زونه فهمو. مریم انسان یعنی آدم. ها معلم. بله انسان یعنی انسان آدمیزاد. مثلا آشخانه با اسم ایتالیا یاپونیا. خب آشخانه ایتالیا به زبان روسی است فکر میکنم ایتالیا، اما به زبان تاجیکی ایتالیا میشود. و یاپونیا شما نوشتین یاپونیا به زبان روسی است، به زبان تاجیکی ژاپن میشود. خب یک بار دیگه میبینیم هیچ گپ نداره تا که یعنی فایده همه شود. شاید ما خطا کردسته باشیم. انا اینجا یکون کس استاد و معلم نیست، اینجا همه کس یاد میگیریم. خب ایتالیا ترکی ایتالیا. خب نیا کنیم به زبان روسی ایتالیا.
خب میرویم با سراغ زبان تاجیکی. ایتالیا ترجمه کرده است اما ایتالیان به خاطر که خب زبان انگلیسی از نگاه کنیم. زبان انگلیسی قطعی اول میبینیم، بعدا سراغ چی میرویم؟ فرهنگ میرویم. کپیا. خب آشخانه با بسم الله کدن زن، بله کدن زن می شود. کافه قهوه خانه، بله درست. تجربه ما سلام استاد بخشش چند قدر باز نبودم. هیچ گپ ندارد که تجربه ما سلام خوش آمدید. خب ایجادم ایتالیا وارد استش. خب آشخانه با بسم الله شما گپتان درسته؟ ایتالیا نوشته شده است. یعنی من که جای یا خوانده بودم یا شنیده بودم ایتالیا. خب در این فرهنگ انگلیسی تاجیکی ایتالیا آورده استش. ایتالیا. خب یا برای ژاپن هم ببینیم. ژاپن. این ژاپن هم یاپونیا آورده است هم ژاپن. یعنی به زبان تاجیکی ژاپن هم یاپونیا و هم ژاپن. خب تشکر زیاد که آشخانه با بسم الله. سلام بخشیر خوندیم قهوه تجربه ما هم 8 لایک استاد. خانم به مهمون دارم. چند قدر شد استاد؟ برای همین نمیتونستم دارم. بخیر انشالله خوش آمدین. تجربه ما بلکسی بابا پدر بالگ موهی بال اصل بله بنگلادش باول جمادون bayrak بنمن باشکن سروزیر 1-1 1000. بله تشکر زیاد بلکسی. انا همین خیلی کامنت ها باشه ما خوشحال بشه. یعنی کامنت های باشه که موضوع درس باشه. یعنی میتونیم پیش از درس بیاین کم بیش ترکی گپ زنین، کمی بیش چیزی که خودتون ترجمه کردگی دارین پارته بهترین میشود. محمد ای عایشه السلام علیکم. و علیکم سلام خوش آمدین. تجربه ما آشخانه مریم ژاپن با زبان ازبکو با خیالم یا خطاست. ژاپن با زبان ازبکو که نمیدونم راستی. من هم تاجیکش میدونم که یعنی ژاپن میشود. خب ما دیدیم در فرهنگ هم ژاپن میشود هم یاپونیا. خب ساعت هم 8:06 شد. در همینجا ترجمه این کلمه ها را به پایان میرسانیم. وارد میشویم در درس امروزه. از درس امروزه چی را تمام نکردیم ولی کتابی چی را تمرین ها را. خب دوستان گرامی اکنون وارد میشویم در درس امروزه. چی شد؟ برباد رفت کو. خب یک لحظه من کتاب بشکم. مریم معلم از شما یک خواهش دارم. بفرمایین که مریم بانو افای مریم بفرمایین. اگر خواهشتان اجرا کرده بتانیم مرحمت کنین. ما هم درس آواز میکنیم.
مریم عبدالمنان میخوام زبان روسی رو هم گذارین. بله در نظر هست زبان روسی، اما خیلی بگم هم وقت تنگی دارد، هم در یک روز اگر 3 افیر کنیم مردم خسته میشوند، یعنی مردم گریزی میشوند، یعنی هیچ کس 3 ساعت شیته نمیتونه یا 3 ساعت طاقت کردن نمیتونه. مثلا اگر در نظر هست یک فکر آمد که مثلا ساعت 7 روسی کنیم، 8 ترکی، 9 انگلیسی، اما هم وقتی ما کم است، هم وقتی درس می شود دیگرها فکر میکنن که شاید که مثال گفت همین کتاب میشکوید بود مثلا خوانده میره، اما پیش از کتابش کویدن ما اول نگاه میکنیم که اون مشکلی داره نداره، میتونیم کار کردن نمیتونیم کار کردن. مثلا اون یک آمادگی داره، هر یک درس با خودش مثلا نیم ساعت 1 ساعت زیاد وقتی ما را میگیره تیار کردنش. اگر یک درس مثلا 1 ساعت وقتی ما رو برای تیار کردنش بگیره، 1 ساعت دیگه برای درس دادن بگیره 2 ساعت میره، 2 درس باشه 4 ساعت میره، 3 درس باشه اگر 6 ساعت میره. بازم ما مثل بسیاری از شما در مهاجرت مهنتی هستیم، کار میکنم و یعنی بعد از کار به گیاه میایم کم کم میخوایم که کسانی که احتیاج دارن به زبان ترکی انگلیسی کمکشون کنیم. لیکن حتما در نظر است همین یا ترکی را تمام کنیم یا که انگلیسی را روسی را سر میکنیم، یعنی از همین دو زبان یک تشتیار کنیم، روسی را سر میکنیم. ما غیر از روسی با چند زبان دیگه در نظر داریم، یعنی شما اگر در چیزی ما دیده باشین، کانالی ما دیده باشین، اگر دیگه زبان ها را نیز در نظر داریم، مثل خب اینجا نیو کنیم English language, Turkish language, Russian language, German language, French language، یعنی زبان انگلیسی، ترکی، روسی، آلمانی، فرانسوی، خیتویی، تاجیکی. خب تاجیکی را نوشتگیم، چند درس از تاجیکی داریم، لیکن برای نورسان، یعنی برای کسانی هستند که اویلوی هست که در خارج چند سالشه زندگی میکنن، فرزنداشون تاجیکی را نمیدونن، برای اونها هست. یعنی شاید بعضی اون یکنن که تاجیکی را نوشته خشنشون داده است، یعنی این برای کلانسولان نیست، برای کودکانی هستند که در خارج میگم به وای رسیده هستند. و فارسی، عربی، قزاقی، ازبکی، قرغیزی، هندی، پشتو، اسپانی. اما هر یک تاش وقتی خودش داره، یعنی الحال به همین دو زبان بند هستم. بخشش که گپ از یاد کردم. مریم اخیراً در یک هفته 2 مرتبه گذارید، در یک هفته از ترکی و یک تاش از انگلیسی پیریف شود، جویش روسی گذارونید. این خیلی می شود، این خیلی فکر خوب، لیکن کوت باشه طرفدار، برای که روسی رو هم اکثریت میدونن. مثلا گفت روسی مثل ترکی و انگلیسی نیست که ندونن، یعنی بسیاری ها روسی و ترکی را میدونن. و اگر ما روسی را سر کنیم، روسی را برای نو آموزان سر میکنیم. از کتاب دروگا و راسیو اگر کسی دیده باشه، این کتاب برای آدمای نو آموزن، یعنی تماما بگم که روسی را نمیدونن، برای اونها پیش بینی شده است. کدامی داشته باشه اگر کتاب دروگا و راسیو elementarny уровень در گوگل نویسین میبروید. اگر ما سر کنیم از همین کتاب سر میکنیم، چون که کتاب ما چند بار درس دادگیم، یعنی که میتونم که باز درس بدم. مثلا البته اکسنت داریم، یعنی اکسنت قطعی گپ میزنیم، یعنی مثل روزها گپ نمیزنیم، لیکن به هر حال انشالله که از دست من میاد. خب سمیت تجیب رسی نهم لایک. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین سمیت تجیب رسی. مریم عبدالمنان هست های گوین، هست های گوین مثلا کسی هست های گوین. خب چخیلی گفتیم اینه بسیاری ها در روسیه هستن، یا که روسی را کشوری خودمون که وطن عزیزی خودمون که مثلا روسی دویم زبان به حساب میره، روسی را بسیاری ها میدونن. سمیت جبرسی خوش باشین، معلم سلامت باشین. خب درسی گذشته در کجا رسیده بودیم؟ جرا کار کردیم. فکر میکنم که همینجا رسیدیم، تو اینجا رسیدیم، از اینجا سر میکنیم. بله. خب دوستان گرامی، درس امروزه آغاز می‌یابد. اشهدکی cevaplara soru yazalım. یعنی جواب‌های زیر بوده رو، یعنی جواب‌های در پایان بوده رو سوال می‌گذاریم، سوال می‌نویسیم.
بیاین سوال نویسیم مثلا. خب در اینجا نگاه کنیم. evet bu sandalye. سوالش چی خیلی می شود؟ لطفاً خواهش میکنیم بنویسین. خب یک چیز میخوام تشکر کنم دوستانی که همین سر ما در کانالم 666 بود همین سهر و برای 665 هم شد. خب اکنون 694 شد. کسانی که دستگیری کرده‌اند یعنی تشکر میکنیم از اونها، زنده و سربلند باشن که دستگیری کردن. شاید سابشست گذاشتن، شاید که یکون رکلام کردن، یکون چی کردن که در کانال ما در یک روز قریب 28 نفر آمد از البته تو بگه. تشکر برای کسانی که دستگیری کردن و تا حال نگفتن که ما دستگیری کردیم. شاید خاکساری دارن، تواضع دارن، نمیخوان که ریاکاری کنن. واقعا دستتون درد رو نبیند. موفق سربلند باشین. خب رفتیم. معذرت زیاد. لکسی خوش آمدین پای سیمتجی دلشوتجی بو صندلیه می که دلشوتجی درسی گذاشته گرفتادیم که می بو صندلیه می میشود. خوش باشین برادر، سلامت باشین. لکسی بو صندلیه می بله درست. بو صندلیه می بله درست. دلشوتجی بو صندلیه می بله درست. نه درست شد. بله لکسی علامت سوال. بله شکریه. بونو چند تا پدیلیت کردم. سلامت باشین، سلامت باشین. تشکر زیاد. میگم که کسی دستگیری خیلی خوب کرد که در یک روز قدر ابوناچی آمدن. تشکر زیاد که شکریه بانو. سمیا تجربه رسی بو صندلیه می سمیا می میشود. می یعنی م نمیشود، می میشود. همین موضوع را بار دیگه بگذاریم. موضوع سوال یعنی حالی مشکلی هست. بیاین یک بار دیگه بگذاریمش. یعنی همین موضوع تو که در ذهن من نقش بمانده. دل تنها سلام آقا. و علیکم سلام. خوش آمدین دل تنها. سمیت می بله درست شد. دل تنها دهم لایک. سلامت باشین. خب همین موضوع رو یک بار دیگه میگذاریم. خوب دقت دهین. خب نگاه کنین. ما در زبان ترکی کلمه های سوالی 4 تا داریم. کلمه های سوالی 4 تا داریم. مثلا م. خب نمیدونم دیور هست نیست. مایده هستن. خب م دیور شد. م می مو مو. Bu ders biraz zor. Bale. O zaman buraya bir diye mefhamını inşallah. Nigah کنیم. Ama iyi. Çok teşekkür ederim. Hop. Nigah کنیم. یک لحظه. م. در کدام صورت میآید؟ م می مو مو. خب انا کنی یکنین کلمه م چقدر شدی کلون حرف کلون شدن. خب این کلمه در آخر میاد حرف کلون نوشته نمیشه، حرف مایده هستن. در ورد حرف کلون نشونسه. کلمه م کدام وقت میاد؟ وقتی که آخرون هجای کلمه اگر ا داشته باشه. اگر ا خب داشته باشد. داشته باشد. مثل چی؟ مثل کتاب. اول مثال از ا میاریم. خب کتاب. نگاه کنیم آخرون هجا ا هست. بعضی کلمه ها مثلا از چند هجا عبارت هستند. مثلا 3 هجا، 4 هجا، 1 هجا، 2 هجا. ما در کلمه مهم نیست چقدر کلمه دراز است. ما در مهم این است که آخرون هجا صدانکی چگونه صدانک دارد. هر کلمه ای که با صدانک ا انجام می‌یابد پس م میگیرد. خب دوستان عزیز، هر کلمه ای که با صدانک ا
انجام می‌یابد پس کلمه سوالی م میگیرد. مثل کتاب اخیران هجایش ا هست. پس ما میگیم که بو کتاب م. خب یک سوال دیگه از ا میاریم. مثلا کلمه بالک نگاه کنیم. اینجا هم آخران هجایش ا هست. بالک هر کلمه ای که آخران هجایش داشته باشد جمله مهم نیست جمله چند قدر دراز است. شاید جمله مثلا 10 کلمه داشته باشد اما برای ما آخران هجا مهم است. آخران هجا هر کلمه ای که آخران هجایش داشته باشد پس کلمه سوالیش م می شود. بو کتاب م، بو بالک م، بو کتاب م، بو بالک م. خب خیر بگذاریم بعد دیگر با می. هر کلمه ای که آخران هجایش و ای داشته باشد پس کلمه سوالیش می می شود. مثل چی؟ از همین درس مثال میاریم. مثل کلمه صندلیه آخران هجایش برای ما مهم است. نگاه کنیم آخران هجا صدانا که آخران هجا هست. یعنی صندلیه پس می میگیرد. بو صندلیه می میگیرد. خب یک مثال از ای بود. یک مثال دیگه از چی میاریم؟ ای کلمه که ای داشته باشد. خب کلمه ای مثلا خب یک کلمه هیچی در ذهن آمده است کتابانی یکنیم. کدی مثلا کلمه کدی خب برای ما آخران هجایش مهم است. چخیلی گفتیم این را سفید کنیم. خب کدی آخران هجایش ای هست. ای صدانا که ای دارد پس ما میگوییم که بو کدی می، بو صندلیه می. هر کلمه که آخران هجایش ای داشته باشد پس کلمه سوالی می میگیرد. خب اکنون میگذاریم در دیگر مو هر کلمه که با آ و او پایان یابد پس کلمه سوالیش مو می شود. مثل چی؟ اول از او میاریم. مثال دکتر. خب دکتر آخران هجا را نگاه کنیم اگر آ دارد دکتر پس میگیم که بو دکتر مو. خب یک کلمه دیگر از او میاریم. خب از این پره خب فوتبالجو. همه زرد کد رفت. خب فوتبالجو نگاه کنیم که آخران کلمه فوتبالجو آخران هجای کلمه فوتبالجو او دارد پس اینش هم می شود بو فوتبالجو مو، بو دکتر مو. هر کلمه که آخران هجایش آ و او صدانا که آ و او دارد پس مو میگیرد. یعنی بو دکتر مو، بو صندلیه مو. فوتبالجو مو، بو فوتبالجو مو. خب صفحه سیمیاتیجی اگر خواهید من با توجه که میفهمونم تان مایلی ابلا şimdi doğru yazdınız bravo. خب کلمه چی دمیاریم؟
I'da şoför مثلا şoför ronanda. خب اول بگیم که کدام کلمه در اینجا میاد، کدام حرف میاد. هر کلمه ای که آخرین هجاش با و انجام یابد پس مو میگیرد. مو کلمه مثلا شوفر چی نوشته میشه؟ شوفر مثلا میگیم آخرین هجایش دارد. شوفر. باز یک کلمه دیگه بگیریم. Sözlük mesela sözlük بله. Anakin kelimeyi sözlük girift ve kelimeyi şoförünüz girift پس میتوانیم بگیم که هر یک کلمه ای که آخرین هجایش و باشد پس مو میگیرد. مو. خب یعنی همین موضوع فهمو شد نشد. یعنی اگر کسی فهمیده باشد بگید که چند درصد فهمید، مثلا 50%، 30%، 80%، یعنی چند فایز همین موضوع را فهمیدین. کی چند درصد همین موضوع را فهمید؟ خب آدمانی که نوگرد در اومده باشن یکم چی نوشته باشن. من مشغولی نوشتم بودم ندیدم. خب کامنتر رو نمیخونیم. فروخشو سعیدوف، ما بلوگر تیجه، خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدنتان. صحتمند و سربلند باشین. خب سمیتجه ورسی بیراز anladım hocam. Biraz حالیم فهمون است به فکر ما. دلشاد فهمو 90% بهترین. دستای خود من فهمیدم. لکسی 100% فهمو که سلامت باشین. خب اپای کی سمیتجه ورسی کوشش میکنم که درست نویسم. اپای سمیت تجربه رسی یعنی گفتن کم تر فهمیدم، یعنی کجاش نفهمه با خوب تر بفهمونه. مثلا یعنی کجاش مثلا نفهمیدین، شاید ما فهموندن نتونستیم. مثلا یعنی یکنم فکر میکنم که واضح هست. یعنی هر یک کلمه ای که ا داشته باشد مو میشود، هر کلمه ای که آخرش ای داشته باشد می میشود، هر کلمه ای که او داشته باشد مو میشود و هر کلمه ای که او داشته باشد مو میشود. کوشش میکنم که درست فهمیدم. معلم سلامت باشه، فهمیده باشه بهترین. معلم اونجا شما سولوک نوشتین. سولوک در کجا سولوک؟ سولوک معذرت. رحمت دل شد. لیکن من خودم خطا میکنم. فهمم. خیلی انشالله استوستا یاد میگیریم. خب میرویم به سراغ کتاب. یکمش نوشته بودیم. Bu sandalye mi? Evet bu sandalye. خب دیگه‌اش. Semih tecrübesi inşallah hocam. İnşallah. Bu kedi mi? Bu kedi mi? Hayır. Hayır. Ne o درست है कि Blacksin o درست है سوال. Bu kedi mi? Apay Semih tecrübe neyse. No درست है bu kedi. ترتیب سوال گذاری نادرسته. سوال نادرست.
خب بلکسی bu köpek mi? Bale درست شد. Bu köpek mi? Hayır köpek değil bu kedi. Bale درست. دل شد bu köpek mi? بخشش نادرست نوشتم با کی ندارد. Bu köpek mi? بله درست شد. Bu köpek mi? Hayır köpek değil bu kedi. بله درست شد. بهترین. خب رقم 3. خب شکریه بانو. تمام abi teşekkür anladım şu adı ne işte başın şükriye bunu anladım yani fahmedim. Dasarxon bu köpek mi bale درست شد. Bu köpek mi? Hayır köpek değil bu kedi. Bale rakam ise Dasarxon bu köpek mi? Blacksea sayım. Şu sözlük mü? Şu sözlük mü? Bale درست. Evet şu sözlük. Dilşoteci. Şu sözlük mü? Bale درست. Evet şu sözlük. Semiyoteci. Bu köpek mi? Hayır bu köpek değil bu kedi. Bale درست شد. بهترین. نه طوری نوشتین بهترین. رقمی 3 را کسی نوشته باشه که رقمی 4. خب دسترخوان şu sözlük mü? Şu sözlük mi? Nodrüste dastırxon. Şükriye bunu. Bu köpek mi? Bale درست. Bu köpek mi? Hayır köpek değil bu kedi. Bale درست شد. Blacksea. O gözlük mü? O gözlük mü? O gözlük mü? Hayır gözlük değil şapka. Bale درست. Blacksea. Teşekkür. Dasarxon şu sözlük mü? Şu sözlük mü? Şu sözlük mü? Evet şu sözlük. Bale درست شد. O gözlük mü? O gözlük mü? O gözlük mü? Hayır o gözlük değil şapka. Bale درست. تو رقم 4 کسی جواب رو داده باشد جواب دیان بعدا میگذاریم به رقم 5. خب کسانی که تو رقم 4 جواب دادن مرحمت رقم 5. Şükriye Banu. Şu sözlük mü? Şu sözlük mü? Evet. Doğru. Yani cevaptan doğru kitap. Hayır o sözlük değil şapka. Ama savali naviştektum durust. Evet doğru yani bale durust. خب Blacksea o basketbolcu mu? O basketbolcu mu? Evet o basketbolcu doğru. Blacksea doğru. Semiyot Hece şu sözlük mü? Şu sözlük mü? Evet doğru. Hayır o gözlük. Evet şu sözlük böyle درست. Dilşot Hece o basketbolcu mu? Bale درست شد. بله o basketbolcu. درست. یعنی به هیجوها تقسیم کردن درست بله. بس یک هیجو، کت یک هیجو، بول یک هیجو، جو یک هیجو. basketbolcu. Dasarxon o basketbolcu mu? نادرست है. O basketbolcu mu? نادرست है. کسانی که رقم 5 جواب دادن میتونن رقم 6. hayır o Ali değil o Ahmet. O Ahmet. رقم 6.
Blaxi o Alimi bale درست. Hayır o Ali değil, o Ahmet. درست شد بهترین. دلشاد o Alimi bale درست. Hayır o Ali değil, o Ahmet. درست. Şükriye bunu. O basketbolcu mu? Bale درست بهترین. Teşekkür şükriye bunu. O basketbolcu mu? Evet o basketbolcu. Yani basketbol boz. Basketbol boz. Dastarxon o basketbolcu mu? Bale درست. Dastarxon o Ali mi? Bale درست. O Ali mi? O Ali mi? Yani on Ali, o ve Ali است. Hayır o Ali değil, o Ahmet. خب بهترین کسانی که رقم 6 رو جواب دادن رقم 7 میگذاریم. شکریه بانو کی بله شکریه بانو او علیمی بله درست. بلکسی هفتم او خانم نه کی بلکسی یا بردگاه یک نجوابه دل شد او خانم یک بردگاه جوابه نیک نیم. Semiyetece pancum o basketbolcu mu? Evet basketbolcu درست. Dilşotece ev hanımı bale ev hanımı خودش یک معنا داره مثلا اگر چند دو کلمه است اینش به اینش معنا نمیدید یعنی خب در علاقه‌داری مثلا بگی این خانه است معنا میدید اما در اینجا مثلا در این جمله برای ما هر دویش یک جو در کارد به خاطر که او اومد ev hanımı yani sahip خانه زن yani sahip خانه زن به توجه که میخوام شد نه خانه دار مثلا خب لکسی o ev hanımı mı bale درست. Evet o ev hanımı yani sahip خانه زن یا خانه شین خانه دار مثلا. خب رقمی 8 دسترخوان ev hanımı bale درست. رقمی 8 وقت کمتر مونده برادران و خواهران گرامی کمتر اگر تیزتر نویسیم خوب می شود زیرا که افیر در ساعتی 8:42 قطع میکنیم 8:42 حاضر ساعت 8:37. خب رقمی 8 دلشوت جگوتیزدن burası İstanbul mu bale درست. دلشوتجه درست. burası İstanbul mu? Hayır burası İstanbul değil burası Ankara. درست. Bileksin burası İstanbul mu? درست. burası İstanbul mu? Hayır burası İstanbul değil burası Ankara. درست. شکریه بانو o basketbolcu mu? Evet basketbolcu. درست. بله بهترین. تشکر زیاد. سمیتجه رسی بخشش معلم بخشش معلم بچم از بیرون درآمد در گپم گرفت. خب بخیر انشالله اوکی ندارد. تربیه فرزندان مهمتر هستند. از افیر دیده ارتور تجه سلام به همه با لایک مانی آمدم. تشکر زیاد برادر شوکت عوضف. Bleksi şurası market mi? Şurası market mi? Evet şurası market. Bale درست. بهترین. تشکر زیاد. شکریه بانو burası
ki Şükriye bunu burası ne bu? Burası. Burası İstanbul mu? Agar klaviaturatun harfoy Türkçe نداشته باشد خب هیچ گپ ندارد. Burası İstanbul mu? Hayır, burası İstanbul değil. Burası Ankara. Bale درست. Şurası market mi? Bale درست. Dilşot ece. Şurası, evet şurası market. Semiyet ece. Şurası market mi? Bale درست. Evet şurası market. Bale درست. خب آخرانش ده دسترخوان. Şurası market mi? Bale درست. Evet şurası market. خب رقمی 10 3 dakika دیگه وقت داریم. Bleksi dahım. Onlar çocuk mu? Evet onlar çocuk. Dilşot ece. Onlar çocuk mu? Evet onlar çocuk. Şükriye Bonu. Şurası İstanbul mu? Şükriye Bonu. Şurası klaviaturatun harfoy bale harfoy Türkiye dora şey نوشتین مثلا نویسه نکن اینه و şurası. خب بولارون یکنه چهله که دسترخوان نوشتن şurası market mi anan خیر ki دسترخوان. Bunlar çocuk mu? Bunlar çocuk mu? Evet onlar çocuk. Semiyet ece. Burası ne bu? Burası. Semiyet ece. Burası İstanbul mu? Hayır İstanbul değil. Burası Ankara. Hayır İstanbul değil. Burası Ankara. Bale درست. Dastarxon onlar çocuk mu? Onlar çocuk mu? Bale درست. Yani bunlar هم میشود onlar هم میشود. به خاطر چی؟ مثلا یک گروه کودک ها در نزد من هستند میگم که bunlar çocuk mu؟ آیا اینها کودک هستند؟ خب اگر دور باشن مثلا میگم که onlar çocuk mu؟ Onlar çocuk mu? Evet onlar çocuk. خب تمام کردیم تا رقمی 10 آمدیم. Semiyet ece. Bunlar çocuk mu? Evet bunlar çocuk. Bale درست. Şükriye bunu bunlar çocuk. Çocuk نوشتین اسمو çocuk میشه. Bunlar çocuk mu? دسترخوان افهمو تشکر جزیل معلم سلامت باشین. خب با همین تمرین این صحیفه را به انجام رسوندیم. فردا کوشش میکنیم بر وقتتر افیر گیران کنیم. یعنی اینها رو خودم نویسم کار کنم چون که تو که در اکران ثبت شوند کسانی میخوام بر وقتتر بیان مرحمت. کسانی که کار داشته باشن ساعت 8 درس ما ساعت 8 اینجا هم پگاه کار میکنیم. خب با همین افیری نوبتی امروزه ما که نام دارد استانبول A1 درس 28 به انجام میرسد. خب اگر یکون پیشنهاد و سوال ها نباشد افیر قطع میکنیم. دلشات اجه تا دیدار دیگر. خداحافظ دلشات اجه. سلامت باشین. خب بلکسی نوشتم با آورا دلشاد 10 من 10 یعنی خودش مثلا بلکسی 10 دسترخوان زبو 10 سمیت هجه 6 شکریه بانو 6 بهترین سمیت هجه دلشاد هجه اکا برای چی بخشش پرسیدین که پرسیدن من ندیدم. خب
شکریه بانو در امان الله باشید همتون دوستان الله. تشکر زیاد شکریه بانو خوش آمدین. بلکسی میگن که دل شد باهاتون 5 رفای دسترخوان زیبا 5 سمیت تج 4 شکریه بانو 4 بهترین سلامت سربلند باشین. در همینجا افرقت میکنیم کسانی که وقت دارن خواهش دارن میتونن باز در انگلیسی بعد از 15 دقیقه اشتراک کنن. ساعت هم 8:44 شد. خب صحبت باقی. خدا نگهدار. شکریه بانو به همتون تشکر زیاد. به شما نیز تشکر زیاد برای دستگیریتان برای آمدنتان. سمیت تشکر داریم حجم ریجه داریم سمیت بلکسی. خداحافظ. خدا نگهدار. افرقت میکنم.